شما مسئله انشاءالله مهر، یعنی خداخواد میبرداریم، چون که در اکثر یعنی موردها مهر ادا نکرده سادیان، مهر نداده است. ماهیت مهر چیه انشاءالله؟ مهر در گردن مرد چیه انشاءالله خداخواد بعد از آن دقیقه ها به شما عزیزان هم سو انشاءالله. آیت 21 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسكنوا الیها و اجعل بینکم الموده و رحمه. صدق الله العظیم. من در کتاب سر مطالعه کردم، یکچند انشاءالله عملی که مرد دوست می داشته است و یکچند انشاءالله سخنی که در زن معقول نیست، باید این سخنها را ما شما اجرا نکنیم. مرد انشاءالله خداوند آزش بده است، دائم باید که زنش چی باشد؟ زیب. باید که زنش با شرم و حیا باشد. الحمدلله الحیا من که دیگرش یعنی مرد که آرزوش زنش به اجازتش یگان جا نبره. مرد دوست می داشته است باید که زن خاکسار باشد. زنی که میگه هنرمند باشد. هنرمند زن چی است؟ در پختن، در شفتن، در خانه زیبا کردن. عزیزانی من، در همه حالت باید زن هنرمند باشد انشاءالله خداخواد، چون که وظیفه زن همین است، از شفتن، پختن، یعنی خداخواد روفتن، یعنی خانه زیبا کردن عبارت است. که همین هم مرد دوست می داشته است که دائم خانهش دائم پاک. محترم جماعت، انشاءالله در یعنی تربیه فرزند انشاءالله خداخواد باید که مادر بهترین انشاءالله معلم باشد. عزیزان، مرد آرزو میکنه که زنش یعنی اسرافگر نباشد. یک حکایه خوندم، ببینید یک مرد میگه هیزم کش است، دائم هیزم میارده است از مرده که قدش نمیرسن، میلیون از صرف کرده سادیان. 18 کس در یک خانه خوب است، انا میخوای خانه 18 کس باور میکنید من آوای دیدم جاری شد، اما بچه ها سوختم. 18 نفرن، نه در داری سرش بالیشته، نه در تکش بیچاره. کوی بودست که زنها را معقل نبودست انشاءالله خدا خواهد. زنها را معقل نبودنش یکیش انشاءالله خدا خواهد چی بودست؟ از در دورمده حقارت کردن دوست نمیداشتین زن. اکوادا را برای شما میگم، یک مرد میگه زن میگیرد بسیار زن زیبا خوشرو، بسیار خوشرو، مرد بیزیب، حتی کوزه پوش میگد، نه صورتی خوشرو داشت. میگه اومده همین فلانچی دختر احتنا خوشروگوی اوجه دلگیر میشیده زن. اگه میگفته این مرد قصه میگم، دوری حضرت رسولان یک مرد مرد میگد، وفات کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم جنازش نه حاضر شدن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. حمد و ثنا مر خداوند را که نور ایمان داد، غافر و رحمان و رحیم است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست صاحب ذوالطاعت. نام پاکش محمدی عربی است، راهنماینده بزرگ و سبی است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر و این اهل عائله یعنی با شرف، با بزرگ. اولا انشاءالله خداوند ما شما عزیزانه و این داماد و عروسی امروزه را انشاءالله با مناسبت فرارسی توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم تبریک و مبارک باد میگیم. الله سبحانه و تعالی بین این دو نوجوان محبت پیدا نماید، آن محبتی که بین آدم و حوا، آن محبتی که بین یوسف و زلیخا، آن محبتی که بین محمد مصطفی و خدیجه الکبرى، آن محبتی که بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا پیدا کرده بود، الله سبحانه و تعالی بین آنها پیدا نماید و در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیبی خودش الله
سبحانه و تعالی اله کرامت نماید و چون این روزی خرسندی و شادی را الله سبحانه و تعالی در آینده و کل خاندان ما و شما اله نصیب بدارد و این توی برای هر یکی ما و شما اله مبارک باشد. یکشن انشاءالله امروز سخن درباره انشاءالله خدا خواهد داماد و عروس میگیم و انشاءالله مسئله انشاءالله مهر، یعنی خدا خواهد میبرداریم چون که در اکثر یعنی موردها مهر ادا نکرده سادیان، مهر نداده استیان. ماهیت مهر چیه انشاءالله؟ مهر در گردن مرد چیه انشاءالله خدا خواهد بعد از آن دقیقه ها با شما عزیزان هم صحبت میشیم. از این روز دیده برای هر یک جوان پسر، برای هر یک جوان دختر انشاءالله خرسندی از این زاید نیست، از این شادی زاید نیست عزیزان من. حتی الله سبحانه و تعالی در چند جای قرآن عظیم و شان درباره انشاءالله خدا خواهد یعنی نکاح و درباره انشاءالله محبت بستنی جوان پسر و جوان دختر الله سبحانه و تعالی بسیار تاکید میکند. در سوره روم انشاءالله آیت 21 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسكنوا الیها و اجعل بینکم المودة و رحمه. صدق الله العظیم. راست گفت خدای بزرگ. خدا میگه از یعنی نشانه های انشاءالله خدا خواهد یعنی قدرت الله، این نشانه های است که میگه ما شما را خلق کردیم انشاءالله خدا خواهد. پدری بزرگواری ما شما آدم علیه السلام انشاءالله خلق کرد. بینن عزیزانی من و انشاءالله آدم علیه السلام که طاقت نکرد با دردمگش از قورغه چپش الحمدلله مادر ما شما ماما حوا را الحمدلله آفرید. بینین انشاءالله تا این چی میگد و تا این که آرام گیرد و تا این که میگد و جعل بینکم الموده، یعنی میگد خدا پیدا کرد در بین شما دوستی را، یعنی مهری زن به مرد داد، مهری من زن انشاءالله مرد به زن داد تا اگر یک دیگرش دوست ندارند، تا یک دیگرش انشاءالله نبینند این حیات برپا نمیشد عزیزانی من. این هم یعنی چی است؟ انشاءالله دوست داشتن یک دیگر است. میگد خداوند تا اینکه بین شما محبت پیدا شود انشاءالله رحمت انشاءالله خدا خواهد رحمت انشاءالله خدا خواهد چی است؟ الهی است و در کنار یک دیگر میگه شما بی آرامین، آرام گیرین انشاءالله خدا خواهد تا که از یعنی یک دیگر تو از نعمتی که الله بچه را مرد دختر نه انشاءالله نعمت کرد میگه خدا از این انشاءالله برخورداشین عزیزان من. البته انشاءالله خدا خواهد مرد برای زن یک نعمتی بزرگ است، زن انشاءالله برای مرد نعمتی بزرگ است. از این نعمت بهتر انشاءالله خدا خواهد در دنیا نیست عزیزان من، چون که بواسطه انشاءالله یک دیگر ما انشاءالله از راه شیطان ملعون مرجوم انشاءالله قرار میگیریم و از راه بد میگردیم و از وسط شیطان انشاءالله ملعومی مرجون انشاءالله دور میشیم و به زنا و با گناه انشاءالله خدا خواهد دست نمیزنیم. برای همین وقتی که دختر که بچه که انشاءالله خدا خواهد به بلاغت که رسید البته انشاءالله باید ما و شما انشاءالله خاندارش کنیم، مناسب انشاءالله که جایش برمد مناسب به بچه مناسب به دختر برمد انشاءالله در رو چکا کنیم انشاءالله ازدواج کنیم تا اینکه از راه شیطان، از راه گناه، از راه زنا، از راه فساد انشاءالله باید که جوان انشاءالله دختر بچه بگردد عزیزان من برای این جوان ها میگم که انشاءالله خدا خواهد باید که انشاءالله امروز که بهترین روزی خرسندی چی است؟ داماد انشاءالله عروس است، بهترین انشاءالله خدا خواهد لیکن این چیزا ابدالابد شود. فرزندان عزیز آنانی که هممون زن داریم هممون انشاءالله خدا خواهد انشاءالله زنهایی که در اینجا وجود دارند شوهرها دارند باید شوهرهاشون حرمت کنند. شما هم مردا انشاءالله زنهات را انشاءالله دوست داره، زنهات را انشاءالله خدا خواهد حرمت چه بجا بیاره. من در یک کتاب سر مطالعه کردم یک چند انشاءالله عملی که مرد دوست می داشته است و یک چند انشاءالله سخنی که در زن معقول نیست باید این سخنها را ما شما اجرا نکنیم.
مرد انشاءالله خداخواد آرزوش بوده دائم باید که زنش چی باشد؟ زیبا باشد انشاءالله خداخواد. مقصد این چی است؟ یعنی زیباگی انشاءالله خدا خواهد مهر و محبت جوانه نسبت دختر زیاد میگردوند. حتی پیغمبر در حدیث مبارک میگد من میگد برای همسرام خدمت زیب میدادم، شما هم به همسرات و خداتون انشاءالله خدا خواهد زیبتی. عزیزان من چلی که میخواهی که آرزو میکنی که انشاءالله عروست یا آرزو میکنی که همسر زیبا باشه انشاءالله عزیزان من شما هم انشاءالله خدا خواهد چیکار کنین؟ البته خداتون انشاءالله زیبا کنه. این یعنی آرزوی مهر یک مرد میشه. برای همین زیباگی زن برای مرد است عزیزان من. من این زنها را توصیه میکنم صدای من میشنوند هر وقتی که عیناً شب که می شود بدین نماز شام البته لباساتون تغییر تین انشاءالله خدا. لباسای خوباتون، لباسای قیمت بهایی که مادرای شما میکند برای همسرات پوشین انشاءالله. تو از چهره نورانی شما، از چهره زیبایی شما انشاءالله این جوانا راحت کردن. باور میکنن اگر مرد از زن خود سیر باشد و هیچ وقت خدا خواهد زنا دست نمیزند. امروز مردها از زیباگی زنهاشو محروم هستند عزیزانی من. برای چی؟ زیباگی زن امروز در بازار شد. زیباگی زن امروز در چی شد؟ در یعنی خدا خواهد توی و مراسم ها شد. بیچاره ها از زیباگیش چی هستند؟ انشاءالله برخوردار نیستن عزیزان من. آرزوی مرد همین بده است. یکی آرزوی من باید که زنش با شرم و حیا باشد. الحمدلله الحیا من الایمان. عزیزان من مادرای عزیز، خواهران محترم، شما باید با شرم و حیا باشین انشاءالله خدا خواهد. چه در کوچه، چه در انشاءالله محله ها، چه در انشاءالله مرکه ها میگردین باید که انشاءالله با شرم و حیا باشد. شاعر میگد باید حیا باشد بر وجود آدمی زاد، لعنت بر وجود به حیا باد. ببینین پیغمبری بزرگوار حیاش گم تو. همین پیغمبر ما شما مردک بود، زنک نبود، لیکن میگد حیاش مثل عروسی تک چادر بود. ببینین چنان ناموس داشت انشاءالله خدا خواهد. چنان از زنهای ما شما حیای محمد بلند نیست صلی الله علیه و سلم. ولی ما شما خدا خواهد مونیم. نبینین باید که اینها زنها حیا داشته باشن انشاءالله، شرم داشته باشن خدا خواهد انشاءالله. اینا مرد آرزو میکنه انشاءالله خدا خواهد. یکی دیگرش زنه که گپی انشاءالله مرد شه، یعنی مرد دائم آرزو میکنه که زنش گپ شه قبول کند عزیزان من. آرزوش همین بوده که وقتی که خانه میدراید یگان گپی میزند البته زن باید که انشاءالله چکا کند؟ گوش کند. گوید که مردک توری میگه انشاءالله خدا خواهد. حتی اگر مسئولیت نادرست شودم باور میکنن اندک به دیگر انشاءالله پهلوها شوهرش باید که فهمند در او گروبگی نکند. نه در کار نه گپی تو گپ نیست. به من نمیفاره گپی تو، حتی فلان نمیفاره، این کار نمیفاره، این رفتار نمیفاره. مرد میگه دلگیر میشود. اساس محبت، اساس دوست داشتن لوز است عزیزان من. زبان باید که ما شما نگه داریم. زبان اگر شیرین شود انشاءالله خدا خواهد حیاتم شیرین میشود. مثال شما از در دوره که خدا خواهد زن تو پرید خیزد و مردک جان احسان امان خدا خواهد قسمی باگاه کرده اومدی با هر کیکول اگر نصر نیاد ویرون باشد با یک بار خدا خواهد دیگر میشه. مردک میاد غم نخدا که حیاتم خلاص بود باور میکن گبی خوبی انشاءالله زن حیات تغییر، یا که گبی خوبی شما هم عزیزانی من، یا که از در دور اومدی زنک جان احسان امان شته نصر نیاد تو چه خلاص خدا خواهد انشاءالله. زنک سلامت یاد نغزه توزه که باور میکنن و هم از چین قدر فکری بیزه بیش میگردن نیکی نمیکنیم. اکثر ما باور میکنیم نمیکنیم خدا خواهد انشاءالله. انشاءالله که دیگرش یعنی مردک آرزوش زنش به اجازتش یگان جا نبراید. اینا این آیله مستکم میشه خدا خواهد انشاءالله. بعضی جاها جنجالاش دست است وقتی که بیچاره مردک میاد که زنش نیست، کجا رفتنش نمیدوند، یگان پول در کاشه، یگان چیز در کارش، یا پاسپورت در کاشه. در این حالت البته محبت دوستی کنده میشد برادرها.
برای چی خداخواهد و آرزوش که رفته کارش برار نکرد، در اما حالت چیزی لازمیش نیافت، البته انشاءالله خداخواهد یا حقارت میکند یا که نسبت زنش نفرت میکند انشاءالله، چون که در این حالت شیطان ملعون خداخواهد بنزین زده میستد از بیاد کن زنش یا فوتبالش که خداخواهد یا حقارتش که خداخواهد انشاءالله. ببین این ملعون تا چی اندازه نسبت خداخواهد ما و شما چی را دشمنی را انشاءالله پیدا میکند. بعدم این کجای میبره زنهای عزیز، البته به اجازت شوهر. کدام زنی که میگه به اجازت شوهرش اگر میبرایه تا برگشته اومدنش تمامی فرشته ها لعنتش میکردن که لعنت خدا برتباط که به اجازت چی شوهرت کوچه برمدی. بینیم باید انشاءالله زنهای عزیز شب البته انشاءالله ریجه بکش تا نمازی بامداد، ریجه تو نخلا خد درارگیم که روز اینجا میرم خانه خالم میرم خانه عمم میرم همون زهاد انشاءالله شوهر تا آگاه گو مرد گو جانت مرمت گو خرمت همین روز یک اجازه بده یا خواهر و برفته بینم اگر گپ شیرین باشد هیچ وقت نمیگرد با خودش ماشینکش سوار نکنه انشاءالله داونه میبرد یک ساعت دو ساعت خدا خواهد دیدار یک دیگر میبینی هم صحبت میشه انشاءالله خدا با دویده گرفته می آید. لیکن همش وابسته به چی است؟ معامله خدا خواهد ما و شما است. بینین او زنهای انشاءالله خدا خواهد صحابگان یک بینین، زنهای پیغمبرها را بینین الحمدلله شکر انشاءالله. من یک زنی جنتی برای شما میگم، فاطمه مادرم سوال کردم پیغمبر اسلام که کی اول از زنها جنت میدراید؟ گفتن انا محله گفتن پایاننده یک زن است هوای یکم جنت میدراید. بینین زنه خصوصیتی خوبیش بینین. حضرت فاطمه یکم روز می رود آواز میتی از صاحب زن خانه که میگه اجازت باشد درام، میگه تو کی هستی؟ میگه من فاطمه دختری محمد هستم صلی الله علیه و سلم. میگه فاطمه جان حضور میگد من شوهر من نپرسی دادم که فاطمه درار منه پگه خدا خواهد بیام میپرسم اگر اجازتی میدرارم. دختری پیغمبر اجازت نداد. امروز زنهای ما شما اصلا مردای بگانه اجازت دادنش ممکن نیست خانه ای که تنها باشد. فردا میگد امام حسن گرفته برفت حضرت فاطمه مادر ما امام حسن برد دروازه تخته کرد گفت آمدی فاطمه جان؟ آمدم. باکی آمده بین بچم حسن کتی عذر گفت من خود نه اجازت گرفت دادم حسن ده اجازت نگرفت دادم پگه بیا گفت. با فردا بیچاره با حوارشته باب رفت بینین با امام حسین هم گرفته برفت دو تا بچه گرفته برفت این سفر با تخته کرد گفت باکی اومده؟ گفت حسن هم آوردم حسین هم عذر گفت حسن دا پرسی دادم حسین نه که اجازت نپرسیدم میگردی گفت با پگه دیگه بیا. بینین چهارم روز فاطمه مادر که این زنهای بیشتی که در روی دنیا 4 زن انشاءالله عزیزانی من زنهای بهترین دنیا هستند، یکیش فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها است. 4م روز میگه بعد اجازت شد میگه دورمد که یک دختری جوان است نه که در آوازش مثل کمپیر بود آوازش مثل کمپیر کرده میگه جواب داد تو که میگه یک دختری نازنیشت است گفت میگه عذر گفت من خیال کردم که کمپیرم نه تا که از آوازی من مردها فتنه نشود آواز من مثل نگت کردم. گفتن این زن گفتن اولین جنت میدرد. بینین عزیزانی من حتی در اجازت نیست که خانه که مرد نیست زرد بیگانه را اجازت نیست عزیزانی من، چون که شیطانی ملعون میگه کجایی که یک مرد و زن است سیومش من هستم. البته انشاءالله خدا خواهد فتنه میکنم، البته انشاءالله وایها را از راه میبرارم. بینین بله می خدا خواهد شما بینین زنهای شما هم اگر این معامله ها را کنین انشاءالله جنتی میشین. یکی دیگر مرد دوست می داشته است باید که زن خاکسار باشد. عزیزانی من زنها هرگز شما کبر نکنین نسبت خدا خواهد شوهرات و نسبت پدر تا گم که مرتبهش نسبت خدا خواهد دولتداری تو نسبت مال و ویت مرد پس نزن هرگز. عزیزی من خواهر جان صدای مادر جان من میشنوی انشاءالله خدا خواهد مردکات پس حساب نکن. اما مرد است که حیات شما گلس انشاءالله خدا خواهد. اما مرد است که انشاءالله خدا خواهد در او خانه آرامانه انشاءالله خدا خواهد زندگی میکنی. خانه با مردک فایزش دیگر است. باور میکنی خانه که مردک است فایزش دیگر است انشاءالله خدا خواهد. من چندین شوهراش مردگی شکایت میکنم باور میکنین
میگه همین شوهرامو کاش که خدا خواهد همین عرق خودم میبود دیگر میبود زنده میبود که هر روز دروازم کشادگی بود، هر روز یک مرد آواز میداد شوهر در کجاست. امروز کسی نمیکشاید درامونه، کسی چون که ناموس میکند، کاش که میترسد یک خانه رفته یعنی که مرد نداشته باشد دور مدنه. بینین تا چه اندازه خدا خواهد باید زنها خاکسار باشند. من اینه که گرچنی خدا خواهد پدر دولت دار است، گرچنی انشاءالله مالدار هستی، البته شوهر پس نزن انشاءالله خدا خواهد. شوهر حرمت شد بجا، چون که وای خدا خواهد پرزیدنت خانه ما و شما است و شوهر انشاءالله خدا خواهد چی است، یعنی نگهبانی ما و شما است. به هر نفقه به هر چیز تأمین میکنه که خدا خواهد انشاءالله چی است، همین مردها است. عزیزان من، این مردها هم باید انشاءالله خانواده‌اش نه تأمین کنن انشاءالله خدا خواهد. عربا یک سخن گفتن، مردی که گفته است در خانه انشاءالله میمرد و مرد نیست، مرد باید که در کوچه مرد گفتن. سبب چی؟ مرد گفتن در خونه نه حرکت کرده آیله روزگاهش باید جنبوند، خواب نراحت انشاءالله خدا خواهد. مردی که در کوچه میمرد مرد حسابش میکنن، چون که مرد چیکار میکند؟ تتله میکند انشاءالله خدا خواهد، حرکت که میکند. حدیث قدسی نمیگه سیز بلا حرک یدک و انزل علیک رزق، دستاتون جنبونه الله رزقاتون میتیه خدا خواهد انشاءالله. البته شما مردها انشاءالله چی هستین؟ تأمینات کننده خانه ها هستین، خانه ها را تأمین کنین انشاءالله، خود با نفقه تأمین کنین انشاءالله. میدانین من امروز بچه ها رسیه رفتن 5 سال و 10 سال گمستن، حقایی که مثال 3 حق دارن در بالاشو اینا را پایمال دارن پیش الله. یکیش حقی نفس است عزیزی من، همون زن تا نفس چنه زامین میشه، چون که هم حق دارد. حق شب باید که انشاءالله خدا خواهد چیکار کنی؟ یعنی خدا خواهد در وقتش تأمین کنی انشاءالله خدا خواهد. یکی حق انشاءالله چی است؟ خوردن و آشامیدنش است و یکی حق تربیه کردن فرزند ها است. این حق مردم است، فقط حق زن نیست انشاءالله خدا خواهد. باید که مردم انشاءالله در وقت چیکار کند؟ البته انشاءالله خدا خواهد فرزند داشته، یا که در وقتش برای چه 6 ماه زیاده پرتافته نرا میگن، چون که ما امروز چندین حقوق ها را پایمال داریم انشاءالله خدا خواهد. من زن حقوقش پایمال داریم، مجبور زنها خدا خواهد یادگاش نچی لبافنی گفته سادیان، مجبور باور میکنیم به تلفن ها صحبت دارن شبها. من چندین سیدای دنیای ندیده سادیم، چندین انسان ها را قپیده سادیان انشاءالله با واسطه تلفن. بینین کجا این مرد خدا خواهد رفته است، پرتافته رفته است. حتی اینکه انشاءالله خدا خواهد این کارا را نکنین، نفقش در وقتش تأمین کن. بیا خدا خواهد زمستان برو کار تبک خدا خواهد تا بهار کمر شای گیم که بهار من مایی گیم که خدا خواهد مرد برو اکتبر بیا پیش همسرت، اون چیزی که بود بایاف داشتی پیشکش نبخری انشاءالله خدا خواهد. زمستانکای دراز انشاءالله خدا وای ها را تنها نمون با باشید برو خدا خواهد انشاءالله. این دنیا هیچ کس خدا خواهد سیر نکرده است. چشم تنگی دنیادار را میگه 2 چیز میکند پر، یا که قناعت یا که خاک گور. حواره نشو. اگر صندوق پیامبر بزرگ دیگه اگر یک فرزند آدم نه یک وادی اگر طلا میگه با میخواسته که یک وادی دیگه طلا باشه. ببینین سیر نمیکند، این چشم سیر نمیکند. از خدا خواهد انشاءالله هر داری که میایی که 10,000 و 15,000 دلار میاری با همون چیز قانع نیستی، با همون شکرانه نمیکنی خدا خواهد، با میپری با میچری شب روز نمیگویی نمک چشم قانع نیست انشاءالله. هوا خدا خواهد بخور انشاءالله، خدا خواهد شکر کن انشاءالله، با الله رسونه یا رضا گو خدا خواهد. این بینی ناز و نعمت بی پیش این دسترخانه بی این بین الله مهربان ناز و نعمت شا بارونده انشاءالله خدا خواهد. فقط امروز مردها که دورن، زنها البته خدا خواهد رای بد رفته سادیان نفرین شده حقی خدا خواهد تنی و یا خدا خواهد انشاءالله شما برسونیم. مردها را خدا زنها را خدا خواهد تأمین کنه خدا خواهد. زنی که میگه هنرمند باشد، هنرمند زن چی است؟ در پختن، در شفتن، در خانه زیبا کردن عزیزانی من،
در همه حالت باید زن هنرمند باشد انشاءالله خدا خواهد. چون که وظیفه زن همین است، از شوفتن، پوختن، یعنی خدا خواهد روفتن، یعنی خانه ها زیبا کردن عبارت است که همین هم مرد دوست می داشته است که دائم خانهش دائم پاک باشد، دائم خانهش الحمدلله چی باشد؟ یعنی تازه باشد، آزاده باشد. این آرزو میکنه، آرزوی هر یک فردی مسلمان است این الحمدلله، چون که دینی ما و شما دینی پاک است. خدا خودش انشاءالله ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا خودش زیبا های خوشرویی را دوست می‌دارد. ان الله نظیف و یحب النظافه، خدا خودش پاکی را دوست می‌دارد. باید که ما انشاءالله خدا خواهد زنها ما همیشه پاک باشند، همیشه تازه باشند، همیشه انشاءالله آزاده باشند. عزیزان من باید زن هنرش همین است خدا خواهد، در پخت و بز انشاءالله خدا خواهد چیزی که خدا خواهد می آید از دست و انشاءالله اجرا کنن خدا خواهد. انشاءالله آرزوی چی بوده است؟ انشاءالله مردک بوده است انشاءالله خدا خواهد. یکی دیگرش محترم جماعت انشاءالله در یعنی تربیه فرزند انشاءالله خدا خواهد باید که مادر بهترین انشاءالله معلم باشد. عزیزان من معلمی خدا خواهد نخستین فرزند مادر است عزیزان من، چون که ما و شما اکثر ما در چی هستیم؟ در سفر هستیم، اکثر ما از در بیرون هستیم. باید مادر میگد آرزو میکنه مرد که تربیه فرزندکاش تربیه دخترکاش بسیار انشاءالله خوب کند که در آینده انشاءالله چیتیت انشاءالله میوه دهد در آینده. یا بچه کلان شاید خدا خواهد، از کلانی وی، از عقل و ادراک و رفتار و هنری وی انشاءالله پدر باید که انشاءالله خدا خواهد سربلند در کوچه ها بگردند. یا دخترکا را تربیه کند که انشاءالله خدا خواهد زیبا خدا خواهد انشاءالله با حجاب، با مدنیت، با علم انشاءالله که پدر فقط در پیش مردم با یک تنتنه انشاءالله دادن دخترش آرزو میکنه. عزیزان من بینین همه با یک امید چیکار میکنیم در این دنیا زندگی داریم، همه یک آرزو داریم که کاش الله سبحانه و تعالی بچیکم خوب باشه، دخترکم خوب باشه، لیکن تربیتگر شما هستین انشاءالله خدا خواهد. آرزوی مردها که همین بودن باید شما تربیت را سخت کنین انشاءالله خدا خواهد. گفتی عربا کیف یکون المربی تکون المربا، تربیتنده گیره چکل باشه تربیت گیرنده همون خیل میشه. عزیزان من باید معلم خودش انشاءالله اول چی گناه نداشته باشد، اول معلم کمبودی نداشته باشد. بینین خود معلم خدا خواهد عمل کننده باشد. نزد امام اعظم رحمت الله علیه بینین میگه یک بچه آورد، به بچه خردکش آورد تمام وجودش یعنی جراحت زیر کرگی. گفتن حضرت یک شما همین نصیحت کنه. ولی پیش اکثر موسیقیدا پیش عالم و اکثر جوانا بسیار دخترها میارن که یک داملان نصیحت کرمونه یک فهمونه شو خدا خواهد انشاءالله آوردن. گفتن همین حضرت یک نصیحت کنه، همین شیرینی بسیار خورده است، همین جراحت زیاد شده ساده. طبیبا گفتن که اگر همین شیرینی داره انشاءالله خدا خواهد جراحتش تیز میشه. امام اعظم گفتن که 40 روز بعد بیارش. ببینید ما بین 40 روز گذشت، 40 روز میگه همون زن کودکش میگه گرفته پیشی کی آورد؟ امام اعظم آورد. امام اعظم میگه بچم همین یک وقت شیرینی را ترک نکن، همین شیرینی را نخور انشاءالله خدا خواهد این جراحات خوب میشود. بعد با خوردن میگیری دوام دادن میگیری. میگه بچه یک ترک کرد نخورد میگه شیرینی ها. حالا این ضعیفه دیده که میگه حضرت همین 40 روز پیش چوار نگفته آخی 40 روز پیش میگفتش میشید کن. گفتم من خودم کم کم شیرینی میخوردم، وقتی که من 40 روز ناسم داشتم این گپی من بچه تونه تاثیر کرد. دیمک من برای بچم در گپ مگذروندن من خودم باید که کمبودی نداشته باشم. یا که مادر برای دخترش خدا خواهد کوچه نبرا یعنی بازی نکن گفتنش خودش بازی نکردنش در کار، خودش تلفن باز نشیدنش در کار، خودش انشاءالله چی؟ آداب شیدنش در کار. الحمدلله بینید معلم ها را یک میگد کل میگد اومد پیشی حضرت امام اعظم گفت حضرت جان گفت ای کار بیزار شدم. گفت همه خوجه میسی حیوان کار میفرمن نکی در نماز جمعه شما اشتراک میکنم، همه یگان چیزی نیست که در حق همین غلام آزاد کردن یک سخن کنه ناقی شاید ما را در راه خدا آزاد کنن ما هم نجات یابیم. مثل انسان ها زندگی کنیم. این غلام ها همین خیلی پیش بود الحمدلله. این برفت زمان گم شد و پیش دوره های پیش همین خیلی بود
بعد میگه 3 هفته گذشت. بعد 3 هفتهش در حق غلام آزاد کردنی ثواب و گناهش میگه چیکار کرد؟ انشاءالله معویزه کرد حضرت امام اعظم. وقتی که خوجهش همونجا شیشتگی بود میگه اومده همونجا، میگه غلام کجا هستی؟ گفت که من همینجا هستم. من بی من ترا در راه خدا آزادت کردم، این من ترا آزاد کنم جام جنت میشده است. پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و آله همین چیز توصیه کردن، همین چیز گفتن. حالا اینکه غلام میگه طور پیش حضرت امام اعظم رفتن که حضرت گفتن همین 3 هفته پیش میگفته نمیشید با وقت همین غربت خلاص میشیدم. گفتن من پول نداشتم، مردی کاری کردم، پول یافتم، یک غلام از بازار خریده آزاد کردم. این گپی من خوجه نیتونه تاثیر کرد. گپ در کجاست برادرها؟ برای ما بچه همون خوب تربیه کردن باید ما خدام انشاءالله خدا خواهد معلم ها زور باشه. انشاءالله خدا خواهد باید معلم ها ما و شما کمبودی نداشته باشیم. خودمون که کمبودی داریم مجبور انشاءالله خدا خواهد بچه هم کمبودی میکنن، مجبور بعض زن ها خطا میکنن. چون که ما و شما خودمون تلفن باز هستیم، سک آید زن ها هم تلفن باز میکنن. خود بازی میکنی کو؟ خود بازی داری کو؟ با من میگوی که تو خودت نکن یا نمی خدا خواهد همین خونه خدا خواهد انشاءالله ناختنگ سک زن تم نازنده میشه. یاد بگیره انگر درنگ میگیره خدا خواهد و میگه دمک ناختن خیلی ده میست منم بنازم. حتی میگه در توصیه های اسلام که باید زن و مرد در خانه همچنان رفتار کنن که بچه ها و دختراش تعجب کند. انا پدری خوب میگه نه حقارت میکند، انا مادری خوب میگه دی پدر ممرد گفته است، جان مد گفته است. گفت بس منم پگه خدا خواهد شوهر کنم میگه انشاءالله از مادرم میگذرم، انشاءالله خدا خواهد بلندترین زندگی میکنه. میگه لیکن اگر چی زبان این عادت کننده است و آنچه میگه زبان عادت میکنه هوا جاری کردن میگه علاج نیست. باید که انشاءالله باید زبانی بعد انشاءالله جاری نکنن. باید مرد آرزو میکنه که زنش یعنی اسرافگر نباشد. من امروز اسراف اکثرش زنها دارن برادر اهل اسلام. یک حکایه خوندم بینین، یک مرد میگه هیزم کش است، دایم هیزم میارده است از کو زنک تقسیم کرده دادن میگرفته است. با سمه که زنک هیزم نیست بیس گفته است یک روز تکین هم نمیبرم منکم همون میبرمش کو یک خدا خواهد هیزم بریدن شه درزه کردن شه یک بفهمه بعد این قدری من نمیرسه. میگه بعد گرفتش میرم میگه زنک کردم میریم میبرش میگه بعد میگه خودت میگه خودت که هیزم جمع که خودت بر خودت وای که میگه رس و عذاب میکشه تو بگنی. یک درزه کرده میاد میگه خونه نمیموند، همسایه میگه دیگه هیزم نیست. چه هیزم نیست آخی تو هر روز میدادی کو این مشقت این خیلی بوده او این مشقت دیده این بیچاره مرده که من خوب عمرش دراز شد صد ندرایه این بیچاره و همین مرده بعضا میارده من میونم در نکرده که تقسیمش میکردم. من که این روز ساخت نمیسونم همین زنهاتون خدا خواهد مردای بیچاره یک پلرم برشون همین راسی برش یک پلرم ببریش خدا خواهد اکو میگوی امروز یک روز من کار میکنم یک روز تو کار میکنی. این من $10,000 و $20,000 گسل میکنم کپکش نمیمونه میبریش خدا خواهد یک روز همون پلم نمو خیطا میگوی که خوش رو تکر ازاش میدی خوش رو تکر اگو قدری بعد من میرسه خودت یامباز در تماشا کن میسی همین تا بگه خدا خواهد 10 تشویت بخیری میکنه. اوه میگه این مردک میگه این خوب این میگه بیچاره با کار میکنه این خوب یا که خدا خواهد برده در تای سرش ریش نمونده میگم که خواه میده کن بیچاره و بچه ها من در اینترنت دیدم این زن ها در شما خونه گربک خدا خواهد انشاءالله همه شرایط اینا قتلمش کردگیان مرده که قدش نمیرسن میلیون از صرف کرده سادیان 18 کس در یک خانه خوب است. انا میخوای خانه 18 کس باور میکنه من آوای دیدم جاری شد اما بچه ها سوختم 18 نفرن نه در داری سرش بالیشته نه در تکش بیچاره یک کورپچه یک شالچه قاق یک تش پاچکش بالای یا دیگرش نه یک تش خدا خواهد بالای یک تش پایانی از حلاکی از بیچارت مشقت در روی پال خواب است. کاش میدیدن این مادرها این خواهرای عزیز میگفت که این قدری شو همی بوده است
خیال میکنه که در بالای دیوان بیکار خدا خواهد او آدم ها اینا پول تب میتید. نه آره نشو خدا خواهد پول بیکار نمیتید. بچی جام بچی مشقت. امروز ما همه آب رو گفته آب آهوری میگه که خلق را تقلیدشان برباد داد. ای دو سر لعنت بر این تقلید باد. اینه که تقلید کرده فلان چی 10 تا کورپا کرده، فلان چی 10 تا کورپا کرده، فلان چی 15 تا کورپا کرده، فلان چی خدا خواهد تلویزیون پدر کرده، فلان چی خدا خواهد دیگر همین خیلی تقلید کنونده مردکای بیچاره برک کرده. امروز با شما بیچاره اکثرش برک هستن، اکثرش الحمدلله میان درد، اکثرش گریج، اکثرش پادرد. این سلامتی چی در کاری چیزه؟ ببینید عزیزان من، این زنها را برش یک بار خدا خواهد مشقت هم بینن انشاءالله، یک بارک بینن باور که یک سمت به جا نمیکنه. بعد این میگه این خدر اینا ندیدین عالی میگن کو به درد نده و گل خوش میبره. چه خیال ندیده خیال میکنه که مردک من میرم جده تپت میکنم بازی میرم تپ پلا در خلابچه بار میکنم و زیر کپش کم یا خیالش هم تا فکر میکنه. نه مشقت های عذاب عزیزاری من. این پیامبر بزرگترین که کسی که بریجه کار میکند کم بغل نمیشود. عزیزی من کسی ریجه که تی کار میکند انشاءالله با پلان کار که خدا خواهد انشاءالله عادی خدا خواهد تو یا که عادی و یا که خدا خواهد انشاءالله یک تا دخترچه در 10 میلیون بگیرشید دیا شرط از 50 میلیون خدا خواهد که بعد شما ماشین خوب سوار میشه که انشاءالله خدا خواهد زندگی خوب میکنه که یک تا گوسفند نکشته زمستونی دراز خدا خواهد ششتی کرده میخریبد که اگر اکانومیک زیاد شود خدا. من بین امروز اروپا بین ازیادی خدا خواهد اکانومیکا پولش گجان صرف کردن نمیدوند یا نمی ما از یادی صرفکاری کجا را خدا زدن من نمیدونیم. از یادی صرفکاری از یادی آبرو گفتن خدا خواهد. این آبرو همش به حاصل است عزیزانی من. این آبرو خدا خواهد نتیجه ندارد. من بعضی ها امروز خانه داشت از 1 هفته 12 روز 15 روز جدا شدستیم. خدا نگه داده در تقدیر جدایی باشد همون قدر چیز برک نیست. شبا دماغ زده میشکنه خدا خواهد پریده نیست. شبا خشتامان خدا خواهد زیده بجا میکنه کجای تای خاکش میکنه خدا خواهد. من همه قرص خواهد کردم دلخنیکی ها ایچی در کار عادی خدا خواهد توی کنین عادی انشاءالله زندگی کنین بخورین بپوشین انشاءالله ماشین های زیبا خرین انشاءالله خدا خواهد شهرهای دوردست تماشا کنین انشاءالله خدا خواهد. این بخت و سعادتی چی است انشاءالله هر یک انسان است خدا خواهد انشاءالله. یکی دیگری نظم دیده است مرد زن که باید تقوادار باشد نمازخوان باشد عبادت کننده باشد انشاءالله خدا خواهد. اگر تقوادار عبادت کننده خداجو باشد همین کارا را نمیکند انشاءالله خدا خواهد. اگر از خدای عالم چی داشته باشد امید داشته باشد از خدا بترسد. چند چیزایی بودست که زنها را معقل نبودست انشاءالله خدا خواهد. زنها را معقل نبودنش یکیش انشاءالله خدا خواهد چی بودست از در دور مده حقارت کردن دوست نمیداشتین زنها. حتی که از در دور مدی مثال گنده تو فلان تو پیستان که گفتی زن دلگیر میشده است دلش نسبت مردش خنک میشده است عزیزان من. بینین نکنه ای کار خدا خواهد انشاءالله. یکی دیگرش مرد گوه که همین تاخی زندگی برای همسایه از زنش یادگی برای همسایه از زنش یادگی برای های یادگی کنی یک بار این باید مگر مرد این کلمه تکرار نکند انشاءالله خدا خواهد. برای چی تکرار نکند؟ چون که همین شب من این داماد و شه و داماد میشینن هر داشو پلنی خدا خواهد یعنی که 50 سالش نکشن انشاءالله. زنک و دختر زنک جان دیگر که یگان جنگ نمیکنیم هر داما بیا همین خیلی شرط نامه میکنیم دست خدا خواهد انشاءالله. من خدا مناسب مدید من تنترم من در مناسب دید می اکم بیا خدا خواهد انشاءالله. یکم خدمت خدا خواهد چیه میکنیم انشاءالله پدر و مادری من میکنیم یعنی خدمتی پدر و مادری تو هم میکنیم انشاءالله خدا خواهد. بیا با پلان کار میکنیم انشاءالله. یک دیگر حرمت میکنیم یک دیگر عزت میکنیم. حیات اعظم این چیز عبارت است که زن چون که تشنه انشاءالله سخن شیرین میشیده زن تشنه سخن شیرین انشاءالله خدا خواهد. بینین زنها را بینین یک زنی تقوادار را برای شما میگم. یک مرد میگه زن میگیرد بسیار زن زیبا خوشرو بسیار خوشرو مرد بیزه حتی کوزه پوش میگد نه سیلت صورتی خوشرو داشت میگد
لیکن زن میگه دائم خدمت شوهر میکرده. از کوچه میومده لباساش میکشیده، دستاش میشوفته، اوقاتش میمونده، خوردن بعد با دستاش میشوفته. یه روز بعد مرد میگفته که این جیزو گنه من نظم میرده. به یک سوالش کنم، گفته که زنک همین دنیا را کیا نظم میبینی؟ گفته مردک به هم سوال نکه یا هم نگو که نه یکم میگوی که چی کیت کی را نظم میبینی؟ میگه گفته که اگر روشگون خودت پرسیدی در دنیا ای طوری گنده میده که آدم نیست. تو فهم نه سیبرت داری نه سیکلت نه یک وای داری سخت داری لیکن ای خدا آدم میترسم. من آینه ما دیدم، رسم من صورت ما در آینه دیدم که خشروگی من گفتم شکر به خدا که خدا من همین نعمت کرده داد. من پیامبر سلام پگه جنتیم کنه، یعنی ثواب صبر صابران برسونه. گفته که آرزو کتی مردک جان خدمت میکنم ایلا که ایت نگنده آدمش نیست. بینی زن تقوادار میگد از امید انشاءالله چی جنت، از امید انشاءالله رحمت الله میگد خدمت انشاءالله خدا قد مرچه میگد خدمت انشاءالله مردکش بجا میآورد. عزیزانی من ما و شما هم انشاءالله خدا قد ما و شما هم چی زنک خدا قد ایتون ده فلان چی خوشروی گفتگی نگفتن در کار بده. یعنی در اومده همین فلانچی دخترک احتنا خشوگوی اوجه دلگیر میشیده زن. اگه میگفته این مرد نشیدین اینها شوای نبرفت گنه باید که کلمه ما تکرار نکنیم. یا که یک میگن یک کلمه ده که عقلت ای حمد میگه زنکو پسته. تو بکرم میفته که عقل زنک عقلش تا ایجاد نیستید عقلت پسته. گفته که نه زن یک بار دلش خنک میشده. ای مرد میفته دیمک عقل میگو زنش نمره با تاری کندل زنش. با همین خیلی کلمه ها بار میکنین، همین خیلی کلمه هایی که حقارت معامله بار میکنین انشاءالله خدا خواهد باید خش میفته که نمردی خلاص شم. این کلمه ها هرگز میگد نسبت زن نگو، هرگز. پیغمبری بزرگان محمد علیه السلام گفتگی بود گوید منه نسبت زنهاشون همین معامله ها را کردن انشاءالله خدا خواهد. این کلمه ها بین زن و شوهر چیه انشاءالله خدا خواهد جداگی بیاد می آورده. خدا خواهد در حق مهر کمتر میگیم، نوبت خدا خواهد شاگرد نمیتیم انشاءالله کمتر صحبت میکنن که وقت بسیار نمیگیریم. من حق و مهر انشاءالله خدا خواهد حق و مهر برادران این از طرف شریعت برای زن موندگی پول است. مخصوص در وقت نکاح مهر میبندن. همین مهر باور بکن 10 دینار است. 10 دینار مهر بسته می شود. سببش که حضرت آدم علیه السلام خدا آفرید، از قلقه چپش ماما حوا را آفرید. وقتی که ماما حوا را در یعنی خوابش نشونش داد چنان زیبا بیدار شد که در دمگش یک دختری زیبا اشتگست دست دراز که دست کش گفت حالی گفت نکاح میشه. گفت بعد این نکاح شدن گفت این ماما حوا بطه بعد حلال میشود. گفت میگد بعد میگد وقتی که خداوند خودش خطبه خون داده فرشته ها گواش داده نکاح کردن بعد خدا افتاده که اینا مهرش نمیتی حقش تی. آدم سوید که آخه چی ندارم من چی تیمش 10 مراتب محمد نه صلوات گفت داده 10 مراتب اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد صلوات گفته که همین 10 صلوات 10 درهم شرعی تا قیامت مهر زنهاش داده انشاء تا قیامت این میشود. به انشاءالله خدا خد مهر این حق مادرش نیست، حق شیر است. این دروغ این در اسلام حق شیر حق فلان گفتگی چیز نیست، لیکن برای دختر مخصوص مهر موندگی است. مهر نقد میشود نسیه هم میشود. من اکثر ما و شما نسیهش میکنیم سبب که در همون شب بچه نه پول نیست. پول که نبودن بعد ما چیکار میکنیم؟ بعد خدا خواهد آینده جوره جان همین پول همین دختری که بده به یگان گفت و گفت دادن در کاب دست و قرض در گردن شما. عزیزانی من که این بر هم میومده است وقتی که بچه و دختر خلوت خانه که دور مدن خلوت خانه را خدا خواهد حضرت محمد صادق محمد یوسف در کشاف این خانه که همش پردت باشد و همینجا دور مده که شیشتن مهر واجب میشده در گردن انشاءالله خدا خواهد. یعنی مرد
اساس مهر وقتی که فایده بردن خلوت صحیح میگند. خلوت صحیح که شد در گردن شما واجب میشود که همون حق انشاءالله چکا کنین، همون ادا کنین. الا نکنین قرض در گردن شما میموند. من دورای محمد علیه السلام ده بینین، این موضوع کلان است که این قصه میگم. دوری حضرت رسولان ده یک مرد مرد میگد، وفات کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم جنازش نه حاضر شدن، اومدن تابوت برداشتن که بسیار وزمین، گفتن همین یک خطاگی دارد. بعد میگه فریاد کرد، میگه زنش اومد گفت که من بی همین شوهرت حق مرش دادگی است؟ گفت ندادگی است. حتی پیامبر که به حق پیغمبری من همین حق مهر تا گذر، گفت که من بگفت نمیگذرم. من بگفت اگر گفت حق مرد در راه خدا گذاری پگه الله سبحانه و تعالی جنت نه جایدت میکنه. او زن چی گفت؟ میگه من نخت بنسی آلیش نمیکنم. ببین پیامبر علیه السلام حیران شد، میگه دمو بالنگی کمزوش نکشید و حضرت علی گفت بر در بازار فروشو پلکره آورده حقینته. چند قرض گفت که 5-4 تنگه است. همین 4 تنگه رفته کمدوش نفروختن، آورده چکار کردن؟ همون زن راضی کندن که تا که این مرد از عذاب آخرت خلاص شود. عزیزان من بینید تا چه اندازه مهر مهم چیز است. انشاءالله خدا خواهد البته ادا کنه میشه، بچله طلا میشود، زنجیری طلا میشود انشاءالله خدا خواهد، نه که به خراق نمیشود. هم ناوردم این مهر گوین انشاءالله بتین و قبول کردم گفت اجرا میشود انشاءالله خدا خواهد، نه که نه در این دنیا ادا کنه. برادر اهل اسلام ادا کنه. اکثر خدا خواهد چون که به مهر نکاح نیست خودش، اگر چند مهر ذکر نکنم و در گردنت انشاءالله واجب. حتی بیوه زنگیری هم فرق ندارد، همین بیوه هم گیری مهر در گردنش اجرا میشود خدا خواهد. برای همین خدا خواهد انشاءالله صحبت کنیم. صحبت بسیار است، نوبت هم انشاءالله شاگرد میتیم کمتر باشدم انشاءالله صحبت میکنن انشاءالله، چون که آینده ای خدا خواهد عالمان یکی شیار زمین همین برادر میشن انشاءالله خدا خواهد. الله مبارکش کند، الله از این هم علمشون زیاده کند، از این هم مرتبهشون درجهش زیاده کند. قدر امکان خدا خواهد از نصیحت های پیغمبر و الله بزرگ و ما و شما خدا خواهد میرسونند. مرحمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أستاذ خیلی سخنای نیک گفتن. ما و شما در که واجبه که در حیات همین سخنای استاد عمل کرده و این شنیدگی ما در دیگه در اهل و ایلام رسونده تطبیق کرده عمل کنیم انشاءالله حیات خدامون زیبا میشه. انشاءالله در حق استغفار کمتر صحبت میکنیم. چخیر که پیامبر کرام سرور کائنات صلی الله علیه و سلم گفته بودند التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسانی که ای گناه توبه میکنند به مانند بی گناه گفتند. اگه بنده در دنیا هممون ای گناه خالی نیسته. حتی میگه در حیات ولی الله اولیاء شدگی عزیزان در حیات خطا کرده بودن. ما و شما ای گناه خالی نبودن من طبیعی حاله. اگه ما و شما نه چی لازمه برای خدامون استغفار کنیم. پیامبر علیه السلام در دیگه حدیثی گفتن یا ایها الناس استغفر الله و اتوب الیه و انی اتوب فی و انی استغفر الله و اتوب الیه فی یوم 100 مره. ای انسان ها گفتن و سوی پروردگار استغفار پرسید و توبه کنید. من در یک روز 100 مرتبه در دیگه حدیث 70 مرتبه بیشتر حدیث توبه میکنم گفتم و ما شما نصیحت داد. اگه پیامبر که پروردگار گناه و اولین و آخرش مغفرت کرده باشه، پیغمبر که خاتم نبیین این بهترین پیغمبرها شده باشه، پیغمبر که به سبب پیغمبر این کائنات به وجود اومدگی ذات توبه کنه، ما و شما البته لازمه. البته پروردگار در قرآن میگه که مؤمنا صفاتش ذکر کردن بعد در همونجا میگه و بالاسحار هم یستغفرون. از سن سحر همون طرف صبح و یا بسوی پروردگار استغفار میپرسن. گفتم مؤمنا اگه ما مؤمنه دعوا داشته باشیم، مسلمانه دعوا داشته باشیم، ان شاء الله چیکار کنیم؟ سحر خیسه یک کم استغفار پرسیم ان شاء الله. در کتاب حکم العطایا میگه که بنده میگه پیش طعام خوردن، پیش خوراک نوشیدن مثال یک
نوشش باشه خروج یکم چیکار میکنه؟ یکم دست میشوه. بنده هم اگر به سوی پروردگار مناجات میکردگی باشه، ای پروردگار مطلب داشته، ای پروردگار یک امید داشته باشه، یکم چیکار کنه؟ باید استغفار پرسه. چخیل که دستش ای چیرکا شفته بعد تمام شروع میکنه می ای گناه ها خچه فارغ کنه، ای گناه خچه خلاص کنه، بعد به طرف پروردگار درس بالا کنه. انا که در حدیث پیامبر علیه السلام میگه کدام شخصی که میگه این حدیث قدسی پیامبر ما جانب پروردگار سخن دارم. پروردگار میگفته کدام بنده ای که دست برداشته به سوی من دعا میکنه، استغفار میکنه، ای رحمت من امیدوار میشه، من روز قیامت گناهی این اعتبار نمیتم. میگه کدام بنده ای که گناهاش آسمون تا آسمون میبره میگه و استغفار میپرسه توبه میکنه، من توبهش قبول میکنم. کدام بنده ای که میگه روی زمین با گناه پر کرده بیا، در روی زمین یک جای خالی هم نمونه لیکن من در شرک نیاره، من گناهش مغفرت میکنم. پروردگار با بندش مشتاق میشه که شاید توبه کنه. در دیگه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم این الله پروردگار همین قدر این خرسند میشه چیز همین میده که بنده کدام وقت استغفر الله و اتوب الیه. هیچ نیست برادران. در یک روز 100 مرتبه گفتن، 200 مرتبه گفتن، سحری همین خدام دادت کنه، هم پیش مسجد اومدن 100 مرتبه گویم، 100 مرتبه سبحان الله گویم، 100 مرتبه سوره اخلاص خونیم برای خدا ما ان شاء الله. یک کمش نه که وظیفه همین که استغفر الله پیش گفتن در کار بوده. در دیگه حدیث در آیت است و ما کان الله معذبهم وانت فیهم و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. پیامبر ما پروردگار تعریف کرده میگه که تو در بین همون مردم هستی، هرگز من اون مردم عذاب دچار نمیکنم. و کدام قومی که استغفار میپرسن هرگز من وایان بلا و مصیبت که عذاب نمیتیم. استغفار پرسیدگی جان ده بلا و مصیبت نمی اومده. استغفار پرسیدگی جان ده رزق کنه نمیشته، برکه کنه نمیشته. قوم ثمود همه بلا دوچار شدن سببش در همون وقت بلا اومدن یگان تشم استغفار نپرسیده، یگان تشم پروردگار دعا کرده، توبه نکرده، همه چیکار کرده بود؟ به طرف گناه شروع کرده. ما و شما نکه لازمه ان شاء الله همین دیگه چیزا هم گویم زبونامو تر میشه و زبونامو حرکت میکنه، سبحان الله گویم، استغفر الله گویم، اینش بهترین برای خدا ما. گفتای حضرتمو دست به کار دل به یار. ان شاء الله ذکر کنیم، کارام هم کنیم، با گفت استاد در حیات همون کارام هم کنیم، زندگیمون حرکت کنیم، استغفر الله گفته بعد ذکر کرده گرده. در حدیث پیامبر بسیار بسیار است. در دیگه حدیث پیامبر علیه السلام گفتن کسی که توبه میکنه، کسی که توبه کرده میگرده پروردگار در حیات وی در رزق وی برکت میده. گفتن اگه ما و شما ان شاء الله لازمه توبه کرده گردیم، استغفار کنیم ان شاء الله. پیش بامداد 100 مرتبه، پیش خواب رفتن 100 مرتبه. حضرت عمر پیش خواب رفتن خداشو یک بار سراغ میکرد. چخیر که حضرت علی گفتن قیامت شدت پرسجو نکردن، تو خودت پرسجو کن برای قیامت تیارگی تبین. خودت سوال ته من همین روز برای رضاگی برای خاطر پروردگار چی کار کردم و چی گناه کردم. گناه باشد در جاش استغفار پرس. گفتم که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. ای گناه توبه کرده استغفار پرسیدگی با مانند بیگناه. اگه در دیگه حدیث پیامبر علیه السلام گفته کسی که گناه توبه میکنه بس میکنه لیکن در ته دلش با همو گناه کردن مقصدش های زبان توبه داره نه که در ته دلش های و پروردگار خودش مسخره کرده، پروردگار خودش مسخره کرده. من مثلا توبه کنم و زبان کرده استغفر الله گمو با دلم یک کار گناه ریجه دارم، من حاضر فلان میکنم پسان، این پروردگار مسخره کنی بده برو. توبه چخیل میشه و توبوا الی الله توبه نصوحا. پروردگار چخیل که گفت نصوحا، خاص این نصوح همه خیلی در قصه قرآنیه. در اموشو در پیش یک خدمتکار میگه ملکه بن میگه امو پادشاه دخترشه و خودش خونسه بن میگه، خودش مردو نه که بعضن ها مانند زن بن میگه. همون آدم میگه به همو پادشاه دخترشه خدمت چه کرده میگشت. روز میگه همو پادشاه دخترشه یک چالش تیلای چالش گم شد. پادشاه چیل تا همو کنیزکا چخ کرد یک کافتن ندران میگه. این ای دزیدنش نه ای گمشیدنش نه، خودش مردک بدنش میدونه. در همونجا میگه تمام شد. میگه حاضر اگر همین تصرف تن من نکشن میدونه که من مردم کله من سرم جدا میگه.
نسوخ میگه در همونجا توبه کرد ای پروردگار تو من همین جا نجاتی بس من بس کردم و در همونجا به دفتر پاشو زنا میکرد دیگه کارا میکرد. وقتی میگه همین توبه قلبان کرد استای دل توبه کرد میگه ای پیشینش چاله بولمن میگه هم تا بولمد و هوی خود به طرف پروردگار توبه کرد میگه چند قبط بود که همون دختر پاشا با همون الچیاش گسل کرد که بیا که همه جا تینچ نگفت من پروردگار حق یافتم من حقیقی ذات یافتم هرگز که بسویت نمیرم. یعنی خیلی توبت نصوح گفتن یک گناه کردم بس کردم انوای توبه ما قبولش دلالت میکنه. توبه کنیم با همون کار کنیم توبه کنیم حالی گفتگی در دل همون ریجش باشه و توبه نمیشه. توبه کردن انشالله همین کار من نمیکنم تمام برای خاطر پروردگار برای رضایت پروردگار همین کار نمیکنم. در باب وی صحیح بخاری نمیاد پروردگار بندش رشک می‌داشته کدام بنده است که مومنه گناه میکنه همون بندش دوست نمی‌داشته کارشه. پروردگار ما گناه کردن ما رشک می‌داشته چه خیلی که ما و شما هم یک رشک داریم پروردگار مومن بندش رشک بنده گناه بسیار گناه کنه پروردگار همون بنده دوستدار شه همون بنده نازنینش نه یک بلا مصیبت به طرفش نازل میکنه. شاید همین بندم دوستیم و بین من و بین جدا نشود گفته بنده وقتا که میگه در همون مصیبت پروردگار صبر میکند همون مصیبت از جانب پروردگار میبیند هوای به همون گناهش کفارت میشته. پیشینه صالح سلفا هم تبدیل که اگر وایان یک مصیبت یا که یک غم تشویش نیاین در رو به سوی پروردگار دعا میکردن که من مشرک شدم چی که پروردگار من مصیبت نفرست. یک زن میگه با شوی خود 30 سال زندگی کرده از شوش طلب طلاق کرد میگه مرد جان همین روز طلاق من امیتی میگه مرد در حیرت مون با چی سبب من تا طلاق میتیم که زندگیمو خوب شده باشه همه شرایطم ما گفته امروز به چی من در گیجا خطا کرده باشه گفته مرد میگه در اوی دورمد همون وقتی کارگر اوی کرده میگه با طرفی بانگ اومده از بانگ غلطیده دست مردک شکست میگه در غضب میگه زن اخچه فیراد کرده بیا که همین روز نصره نیمه کیفیت من پروندگی تاستی من طلاق نمیتیم گفته فیراد میکنه که زنش اومده نه مردک جان من بس کردم توبه کردم من خطا کردم میگه سبب چی بود که تو من طلاق طلب کردی گفتم بعد میگه که 30 سال من با تو زندگی کردم 30 سال زندگی کردم تا یک بیگناه نه گناهی تا فهمیدم نه مسلمان هستیم نه منافق هستیم من تا نفهمیدم من ترسیدم که همین تو منافق هستی چی پروردگار تو یک بلا مصیبت نداده است گناههای تو نه کفارت میشته یک غم تشویش نداده است من ترسیدم که تو منافق هستی چی اکنون که امروز من دیدم که تو نه بلا اومد تو دونستم که دوست پروردگار بوده گناه نبوده گفته زنک در همونجا و صالح زنکا اکن این فضیلت چه میدونستم از ما و شما در درن گناه غوطیده مونده احکمان چیه انشاءالله استغفرالله خدام لازم کنه خدا ما فرزندان ما هم در شروع کنیم هیچ گپ نیست میذاره غیبت خوننگی هم مثلا در جای غیبت کردن 100 مرتبه استغفار پرس 100 مرتبه سبحان الله و بحمده پرس کسی که میگه در حدیث من قال فی یوم سبحان الله و بحمده 100 مره غفر له و ان کان ذبت البحر کسی که میگه در یک روز 100 بار سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم میگه گناهاش به مانند بحر باشه پروردگار مغفرت میکنه. بیا که برادرها چیکار کنیم گناه کردیم می اگه گفتیم که بنده به خطا خالی نیست اما هم در خطا به فقط پروردگاره. یک برادر ما هم خطا کرده باشه در جاش خود چه فیراد کرده گویم امام شافعی یک سخن شوه کسانی که دوستان من خطاگی ما برای خودم آیان آشکارا میکنن کسانی که دشمن من در بین ازدحام گناه من آشکارا میکنه ما که خطای برادر ما بینیم در خود سک رسونیم انشالله چون که همون برادر ما خطا خالی نیست یک برادر ما کمچیلیک شدیدیم نقصان شدیدیم در غیبت کنه نداریم انشالله دونم که همون بنده هم چیه خطاکاره ما هم خطاکار هستیم. او شاعر یک شعر شوه اگر یک برادر عیبش ظاهر شود در حرکت گپزنی غیبت کنی نداره میگه تام دون که خطا خالی نیستی ما هم بنده هستیم انشالله اگه سخن دراز کنیم گپ بسیار انشالله در همینجا موضوع به پایان میرسونیم. بارک الله الله سبحانه و تعالی از نام زیاده کند انشالله. یک حدیث به یاد اومد درباره انشالله زن ها میگیم بر نوبت قرائت نمیتیم دعا میکنیم خدا خواهد به نام خنک است
پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن 3 زن اگر انشاءالله خدا خواهد این عملای خوب کنه از عذاب قبر خلاص میشه و همراهی فاطمه مادرمو روز قیامت خداوند حشرش میکره. یکیش انشاءالله خدا خواهد کدام زنی که در وقتی تنگ دستی شوهرش طلاق طلب نکنه، اینه که شوهرش کم بغله بیچاره لیکن حرکت داره، غیرت داره، از جدی تنگ دستی اگر خدا خواهد شوهرش چی انشاءالله طلاق طلب نکنه، گویا که من سر نده. دویم خدا خواهد از بد اخلاقی شوهرش انشاءالله طاقت کنه، صبر کنه، انشاءالله درجه حضرت ایوب علیه السلام انشاءالله درجهش الله میداده. چونکی بعضی جوانای خدا خواهد بچهای بد اخلاق هم است، فقط حقارت، فقط میزد است، فقط غربت، لیکن این حیات شیرین نمیشود. هم رسمی جنگ کنی هم عمر میگذرد، غربت هم کنی عمر میگذرد، نیکی در خوبی شیرینی انشاءالله خدا خواهد عمرت هم دراز میشود. خدا خواهد همین حضرت سینا رحمت الله گفتن که اگر 2 چیز نباشه آدم یکیش غم یکیش چنگ، یعنی غم چیکار میکنه آخر انشاءالله خدا خواهد هر روز نتیجه فشاری خون میشه، دردی دیل میشه انشاءالله خدا خواهد، یا سر سفید میشود یا دیوانه میشه. خدا خواهد گفتی بابامو هر نمود از چی میشد؟ از غم میشد برادرها. از شادی چی انشاءالله خدا خواهد دائم چهرت کشاده میشد، جایم خدا خواهد انشاءالله فیض میشد، برکات میشد. و یک زن دیگری که میگد حق و مهرشد در شوهرش بخشد، میتواند انشاءالله خدا خواهد زنها اگر در راه رضای الله من راضی مردک همین قدر زحمت کشیده ساده، همین قدر عذاب کشیده، خگین که به 1 میلیون 2 میلیون من هیچی نمیشه بعد گوش من 100 جهان راضی در راه خدا گذشتم و یم زن الله سبحانه و تعالی از عذاب قبر خلاص میکرد است. لیکن اکثر زنهای ما و شما این چیزها را دارد، بی‌بار میکن در وقت نکاح. امروز خدا خواهد زنهایی که خواندگی هستن باور میکن در وقت نکاح از ما پرسید که داملا جان همین جنا من حق و مهر مگذره میشود. بینید تا چه اندازه که این مرد بس این خدا خواهد میپایم منه در عهده‌اش میگیرد. خدا خواهد باوریش است که مرد خدا خواهد انشاءالله هرگز و آزار نمیکرد، هرگز. باور میکنین حتی اگر حق و مهرش نتین حق داره خدا خواهد شما که جگه خوبی نکردنه. تا چه اندازه شانس داده گست اسلام بزرگ. برای این احتیاط کنیم، همه خدا خواهد صحبت کنیم، صحبت بسیار از خدا خواهد انشاءالله در اینجا صحبت به پایان میرسونیم. نوبت خدا خواهد به یک قرائت میتیم، خدا خواهد برادر یک قرائت میکنن انشاءالله و در حق گذشتگان در حق داماد و عروس انشاءالله خدا خواهد دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. مقبول تلاوت قرآن شنود حضرت رحمان جل جلاله، آدم صفی الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، اسماعیل ذبیح الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله و برهان جناب سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و برهان جمیع گذشتگان این منزل و مکان، بی کسان، بیچارگان، دور افتادگان، غریبان، شهیدان، خصوصا هم اهل جماعت، هم اهل خاندان جمیع گذشتگی و پدر و مادر و بابا و بیوی جمیع گذشتگی هاشنا طریق رحمت شایسته جنت بگردانی، قبرهاشنا پرنور، آخرتشنا آباد بگردانی و آنچه ناز و نعمت های خداوندی که این کادگانی خانه پیراستند خداوند به درگاه خود قبول نمای، سایبانی آخرت بگردانی. در این خاندان همیشه تینجی، آرامی، خاطر جمعی، تنسیتی، فیض و برکات. همین 2 نوجوانه که عقد نکاح شدن خداوند بین آنها باری دیگر محبت پیدا نمایی، در آینده فرزندهای صالح و صالح کرامت نمایی. خدا اگر نصیب بگردد سال دیگر در این خاندان آواز کودک انشاءالله خدا خود جرنگاز زند و در عقیقه اینها باز اشتراک کردن و الله خداوند خود نصیب بداری و چنین روزی خرسندی را به کل خاندان ما الها نصیب بداری. اللهم تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.